سلام به شما رفقای گل کانال پوریابست. ویل تنیسون یه یوتیوبر ورزشکاره که قبلا هم یکی از ویدیوهاشو واسهتون دوبله کرده بود. ویدیو قوی ترین دختر 10 ساله دنیا که لینکش اینجا یا اینجا میاد، اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید. تو ویدیویی که امروز براتون دوبله کردیم ویل میره یه لباس چاقی میخره تا ببینه واکنش مردم به آدمای چاق چجوریه. آیا به خاطر چاقیشون قضاوت میشن؟ آیا باشون بدرفتاری میشه؟ بریم ببینیم. دمت نباشه، هواتو داره. باورش برام سخته یارو همینجوری بهم یه آب نبات شبیه یه زن حامله ای. خودش که سره، ولی همه فکر میکنم من یه خیکه پرشتم. چند روز پیش داشتم تو نت چرخ میزدم دنبال یه سری محصول سیلیکونی تازه. البته چیز دیگه ای تو ذهنم بود، اما گشتم به دنبال اکسسوریای بهتر منو رسوند به این لباس چاقی. با محبوب شدن لباسای عضلانی گفتم من برم سراغ یه چیز متفاوت و فکر می‌کردم که این تفاوت باعث بشه من بچه به حاله جمع بشم. پس خریدمش. البته ورشکست شدم، ولی الان منتظریم که بیاد. بالاخره اینجاست. سنگینه توش موزه. مسک خوب جنسیه. نوک هرمو دارم میبینم. درویش کن چشاتو. حاجی پرام، یعنی پشمام. نگاه کن پشمام. بشریت چه کرده زیادی واقعیه. نگاه کن. انقدر تمیز در آوردم پشمای سینه رو که این ور اونورم نشده. تو بگو یسون، اگه به جای 10,000 قدم 10,000 کالری آبجو می‌خوردم نتیجهش این بود. تو نظرت چیه کافی؟ نگاه از این قنبولیام داره ببین. کپلا. ببین این کار بایدیه، میدونی؟ خب دیگه میریم تو کارش که بپوشیم و الان نیازمند یاری سبزتان هستیم. بچه‌ها جدی گفتم کمکم کنید. دقیقاً می‌خوای چطوری کمک کنی؟ میخوام فقط خشن باشی کافی جان. تو که عادتت نه. من عادتم موقع در آوردن خشن باشم. الان شبیه این مانکنای ویترینا شده. خیلی خوب بابا، آروم باش، چیزی نیست که. حالا این دقیقاً چه کوفتیه؟ خدا. چطور شده؟ یه نموره مثل منی ولی سبک‌تر. البته مال من لرزون نیست. جان. خب بریم پرده ها رو بدریم. اوه خدا پرام، این داغون ترین پخش چربی تو کل بدنیه که تا به حال دیده. آخه اصلا موندم چجوری همچین چیزی رو میشه. نگاه کن تو رو خدا، شبیه دب دوغه. انگار هرچی دونات هست پیچ چمنو تا راه هم بود درو کردن. نوکه رمام که انگار یه ادای احترام کوچولو به جنیفر انیستون و سریال فرندز. واو لامصب سنگینم است. 11 کیلو اینطورا وزن داره. نفسم سخت بالا میاد. خب بریم سراغ اصل مطلب که ویدیوی امروزه. تو اینستاگرام از همتون پرسیدم که اگه به خاطر وزنتون دچار سختی یا دشواری هستید، سخت‌ترین چیزی که باهاش سر کله میزنید چیه؟ حالا هر چی میخواد باشه. بهتریناشو انتخاب کردم و امروز قراره بریم همشون رو انجام بدیم. با هویت تازم، یعنی ستاره سابق دوران دبیرستان که بعد از 25 سال داره میره دور همی جمعشون، زدم بیرون. موندم چطور میخوام کل روزو دووم بیارم. الان دارم بخارپز میشم، اما اولین توقفمون باشگاهه، چون خیلی‌ها گفتن وقتی اضافه وزن داری و میخوای بری باشگاه عده زیادی هستن که بهت ظلم میزنن. تلخ ولی ظاهر شما به طور مستقیم روی نحوه برخورد مردم باهاتون تاثیر میذاره. بی برو برگرد یه بی احترامی خاصی تو نگاه مردم هست و انگار اینجوریان که وقتی میبیننت میخوام بگن خب میرم باشگاه، کارهای معمولمو میکنم و میبینیم که چی میشه. امیدوارم که به این زودیا بیرون نندازنم. فقط سیگی سنگین میزدم. پشت بازو. قدرت. بزن زنگو. میدونین اینو چجوری میشه راه انداخت؟ چطوری راش انداخت؟ آره. ببینم بار اولته. بله. یکم ترسیدم، یکم که این خیلی. کار میکنه؟ شاید وزنم زیاده نمیره. نمیدونم. نه ربطی نداره. میگم انگار اونجا یه چیزی چپوندی، نه داداش، فقط یکم خوراک لوبیا و فلافله. آخه میدونی یه مقدار انگار چطور بگم یه چیز چپوندی انگار تو دلت و این اونقدر چاق به نظر نمیاد. قربون تا رو یکم نفخ کردم. تو شکمته. آره دیگه. این یکی رو امتحان کن، بلدی؟ تنها دستگاهی که بلدم باهاش کار کنم مال فروش غذاست. خوبی؟ آخه خب یکم از اینجا لاغرتری صورتت. اون موقع که همه تو صف ژنتیک بودم من رفته بودم دستگاه. سوای شوخی کل غذام شده سالاد، سوپ. دقیقاً بچه‌ها، وقتی آدم چاق میشه همه جاش چاق میشه دیگه. یعنی اینجوری نیست که فقط از شکم چاق بشه یا کلاً چربی یا یه جا جمع بشن. پخش میشه تو بدن، همه جا چاق میشه دیگه. هم لپت، هم شکمت، هم رونت مثلا. دستگاه. سوای شوخی کل غذام شده سالاد، سوپ، آبکو، ولی همش جمع میشه اینجا. اصلا یهو بهم الهام شد بعد چیکار کنم. الهام؟ آره خیلی خوب. خیلی خوب باشه. مواظب باش. ممنون. میخوام یه چوسه چربی هم که مونده آب کنم بره وردست ننش. شگردی داری مریدت چی؟ میشه که یه چی میگن نیشگون ازش بگیری تا آخه خودت میخوای دست بزنی؟ جدی؟ این انا واقعیه. آره دیگه. همون چه گرفتم. گفتم اگه اینقدر چاق باشه خب حتما از این شیکه به قلمبه یه چیزی به صورتش هم میرسه دیگه. آی نه. ببینم تو خوبی؟ آره خوبم، فقط یه چند وقتی از پله بالا نرفتم.
خب یکم راحت‌ترش کن. حالا قصدت از این کار چی بود ها؟ خب برای ثبت تجربه بود، یه جور آزمایش شد. آخه معمولا انقدر حاتم که بهم میگن حاتم. الف علیه السلام. الان شبیه یه زن حامله ای. بفرما داداش، تعارف نکن، غیر قهوه‌ای رنگای دیگه هم هست. خیلی ممنون. دیگه هر چی این دستم بود بس. فکر کنم. داداش میگم عجب شیکمی داری. قابلت نداره داداش، بکنم بده. راستش خیلی بزرگه. فکر کنم به خاطر هورمون و استروید و از این جور. آره لامصب، هورمون رشد، سوماتوتروپین و پیتزا. احوال آقا. شما چطوری؟ قربانت بمونی برامون. چجوری با اینا کار می‌کنی؟ فقط کافیه هم بکشی بری رو کار. اینطوری؟ آره همونجوری. لطف می‌کنی یه چند لحظه حواست بهم باشه. آره. اصلا میدونی چیه؟ بذار یه فیلم ازم بگیری بفرستم برای خانم. الان سر کاره، میخوام بیارمش سر کیف. سلام قنچه قشنگم، میدونم الان سر کاری، ولی 6 و 9 دقیقه که اومدی خونه خودم و خودت. میخوام برم سراغ چهارتاییشون، هم گرم نکرده. قدرت. فکر کنم این آخرت چربی بریه مگه؟ آره. اینجوری؟ آره همونجوری. فقط اینجوری که من میرم ولی درسته. فکر کنم این درست باشه، نه؟ دیگه بعد از پیتزا دست بکشه. جانم داداش من فنتم شدیدا. فنمی؟ چطوری؟ خوبی؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ فن کی؟ فن تو هم دیگه ویل تنیسون. نه اشتباه گرفتی. قبلا لاغر بودی، الان گنده مونده شدی و آقا رو احوال. حالا چطوری داداش؟ بزنم به تخت، اینجا همه منو میشناسن. واسه چی اومدی اینجا؟ دارم یه ویدیو ضبط میکنم از لباس می‌خواستم چاقی. بگم چرا یه خورده چاق شدی. آره میخوام. چطوری مشتی؟ سلام، چطوری؟ چای نخورده. تمرینتون چیه؟ نیکی. خوبه. علی. بیا. این چیه قربان؟ گز اصفهانه. اینو بخوری بچه اولت قطعاً پسره. آب نباته واسه تمرین، دواخور نیستم ما. وی به سختی تمرین میکند. به سختی، خیلی سخت. همینجوری بذارمش آره، دهنم؟ باید بکنی دهن. هیچی نپرسم؟ نه. همیشه همین کارو میکنم. نه من دواخورم کردی. خوبه نه؟ خوبه آره. باورش برام سخته، یارو همینجوری بهم یه آب نبات داد. وی از این لباس چاقی به سطوح آمد. وای خدا. ببخشید آقا، میشه بهم یه برنامه تمرینی بدین؟ میخوام یه چوس چربی هم که مونده آب کنم. من باید این سوالو بپرسم. حقیقتش منم تازه کارم. تازه شروع کردی؟ آره. بیخیال. تو 3 ماه گذشته فکر کنم 2-3 کیلو کم کردم. خدا وکیلی؟ آره واقعا. دمت گرم داری. شاید مردم بگن که 2 کیلو چیزی نیست، ولی واقعا تاثیر میذاره. خیلی مخلصم. دمت گرم مشتی. در بیاریم یکم هوا بخوره. بنده خدا رو معذب کرده، شکم گنده رو در ورده انداخته تو صورتش، بعد یارو نمیدونه چی بگه. در بیاریم یکم هوا بخوره. یه عدد بهم میگی بار فیکس برم؟ 10 تا برو. 200. قدرت. خیلی نینجا واریر رو مردان آهنی میبینی. نه بابا. جون تو. ببخشید یه لحظه، میشه بین ستی بیاین اینور؟ 18 13 9 4 و نیم میرم باشه. دست راستم یه خورده از اون یکی قوی تره، فکر کنم خودت هم این کارایی میدونی برای چی. میتونم یه سمتمو سنگین تر از اون یکی بزنم؟ خب دانی داش. آی خوبه؟ آره نه یه ذره بیشتر، یه دونه دیگه آفرین. همه رو داره مسخره میکنه. آقا دمت گرم. پرسینه زدنتو دیدم. پرسمو دوست داشتی؟ آره یه جوری میزدی انگار خیلی راحته. مخلصیم، بعد از دل و جون زد. منم که آره دلشو دارم. درسته. واسه هر طرف 3 تا وزنه زدی. نه 2 تا بود. 2 تا حالا بود؟ تو بگو 3 تا بوده. باشه. الان دارم مثل سگ حسن دره عرق میریزم براتون. تو باشگاه هر کاری که میکردم برای کسی مهم نبود، همه یه چپگرایی خاصی داشتن و سرشون به کار خودشون گرم بود و به شخص تفاوت خاصی هم تو نگرش بقیه به خودم پیدا نکردم، به جز اون بابا که صاف تو صورتم نگاه کرد و گفت شکم خودت نیست و مرد مهربون ایرانی که بهم شکلات داد. و فکر نمی‌کنم اینو بخواد برای هر فرد عادی پیش بیاد، اما اگه کسی تو باشگاه دیدین که تناسب اندام نداره، من باشم به شخص براش احترام زیادی قائلم، چون طرفدار از جون و دل مایه میذاره که تغییر مثبت داشته باشه. چالش بعدیمون اینه که می‌بینیم مکمل فروشی. این گیفت کارت $100 رو با خودم میبرم و میبینم که چی بهم پیشنهاد میکنن. وقتی دارم میرم GNC توقع دارم تا دسته بخوان محصولات GNC رو بکنن تو پاچم. جدی میگم، چون به لطف ایزد منان از اون دسته افرادی هم که میدونن GNC مخفف چی میشه. البته جنس ناب کلمبیایی نیست، ولی یکی فروشنده میشه، یکی هم دوبلای ما رو بدون اجازه میذاره اینستا. من دارم ازدواج میکنم و از روند کاهش وزنم برای خانمم مستند تهیه میکنم. ساقدوشای عروس بهم یه کارت هدیه $100 دادن بیام اینجا. بی وجدانا روش نوشتن خودتو جمع کن خیکی. خیلی نامردین. من اینجا هر رو از نر تشخیص نمیدم، اگه میشه شما کمکم کنین خیلی ممنون میشم. این یکی از اوناییه که مورد علاقه خودمه. این کوچولو 300 میلی گرم کافئین داره. خب این چی هست؟ چربی سوزه. بله کارنتین داره، متابولیسم تو میبره بالا که به چربی سوزه بیفتی. ترجیح کپسول یا ویتامین. خب
بستگی داره راجع به چی حرف میزنی. اینا چه بامزه. به نظرت پودر پروتئین هم میخوان؟ آره سایه لاکتوز داری؟ فکر کنم دارم، ولی چون باعث میشه بعدش برم یه چه میدونم اشکی بریزم، یه چند کیلویی وزن کم کنم. منظورت دستشوییه؟ آره. مگه چند وقت میری؟ بلا فاصله. پروتئین گیاهی چطور؟ مؤدبانه بگم شنیدم مزه کا میده. عروسیم حدوداً 2 ماه دیگه است. درست. پس میخوام تا اون موقع یه 15-20 کیلویی کم کرده باشم. خب الان اینا چطور؟ ببینم رژیم خاصی داری؟ دارم سعی میکنم با یه رژیمی به اسم کیتو. بله کیتو. کارای اینا به این صورته که وقتی مصرفشون کنی بدنتون میبره تو فاز کیتوزیس که باعث میشه از چربی به عنوان سوخت اصلی استفاده کنی. خب یعنی راحت و بی دغدغه برای خودم میتونم وعده غذایی آزاد بزنم. آره میشه. احیانا چیزی هم برای استقامت داری؟ استقامت. آره. تمرین میخوای؟ ورزش میکنی؟ هی بگی نگی. آره میشه گفت. راستش اینجا نمیتونی فیلم بگیری. نمیتونی؟ نه والا. گفتم یه جور ماجراجویی رمانتیک سانتیمانتال میشه. فاز چیه؟ واسه خانومم، چون خودش که سره ولی همه فکر میکنم من یه خیکی پلشتم. خیلی خب رئیس، شما برنامه چیه؟ منظورم این داشمون چجوری رسوندن هیبت ایشون؟ داشمون سنتی کاره. سوزن می‌ترسم دمتونم گرم، یارو کم مونده بود بهمون سوزنم بفروشم. $214 خرجمون شد و یکم پروتئین وگان گرفتم و یه دونه ادرارآور، یه چربی سوز و همینطور یه چیز دیگه برای رژیم کیتو. اما میدونی چی شد کافی؟ الان حسابی گشنمه. الان اومدیم کارخونه کیک پنیری یا همون چیزکیک فکتوری و به زور خودمو جا کردم این پشت، اما حتی آوردن اسم اینجام کافیه تا یه نفر سری سیر بشه. یکی از چیزایی که خیلی‌ها برام نوشتن این بود که سخت میشه غذا خورد، چون انگار مردم مدام دارن با نگاهشون قضاوتت میکنن. اگه مثلا سالاد بگیری میگن وای یارو چاقه چرا سالاد گرفت، اگه برگر سیب بگیری میگن خب معلومه دیگه یارو چاقه باید برگر سیب بگیره. مگه امروز قراره ببینیم مردم با هم چه برخوردی دارن و میذارم خود پیش خدمت هرچی خواست برام بیاره تا منم بخورم. پس بریم ببینیم که چی میشه. بچه‌ها راستی تا حسیر یه تبلیغ کوچولو از سایتمون هم بکنم. سایت ما راه اندازی شده puriavest.ir که توی وبسایتمون دوبله های متفاوت‌تر و غیر یوتیوبی میذاریم. سریال 10 قسمتی جدید مستر بیست یعنی بیست گیمز هم در حال دوبله است و فقط توی سایت قرار میگیره. لینک سایت توی دیسکریپشن زیر ویدیو هست. یه سر به سایتمون بزنید. مطمئنم چیزی پیدا میکنید که خوشتون بیاد. دمتون گرم. بریم ادامه. با دیدن منوتون پرام ریخت. خوبه. میخوام برام به سلیقه خودت هر چی خواستی بیاری. هر چی که بیاری من میخورم. چیز به خصوصی مد نظرتون نیست؟ هر چیزی که فکر می‌کنی من دوست دارم و بیاری میخورم. اصلا نمیخواد بهم بگی نگفته بیاری. کلا با شما چون خودم لنگ در هوام که چی بذارم دهنم. الان نمیدونم برام چی میارم ولی فکر می‌کنم اگه برام سالاد بیارم بهم بر بخوره. البته از طرفی اینجا چیزکیک فکتوری و احتمالاً روش یه استخر سس بریزم. پس حاجی اصلا رو دسته این نون نداری. بعدی نیست خوبه. برام پاستای فارفالی آوردن با مرغ قارقالی. فکر کنم چیزای دیگه هم توش باشه ولی خب نمیدونم. اما نکته باحال دیگه اینه که این پرکالری ترین گزینه توی منوشون بود که به نظرم خوبه. میپسندم پروپیمون باشه ولی کافی سالاد گرفته و گرفتن سالاد اونم توی چیزکیک فکتوری یه گزینه سالمه، اما مثل این میمونه که یه نفر که عشق گوشته روی پیتزاش بیکن نداشته باشه. متاسفم کافی. مخلفاتم کنارش گرفتم. وای خدا. این مرغ مزه‌اش یه جوریه که انگار با یه سرنگ پر از کرش کرده باشن. کالری مورد نیاز یه خانواده کوچیک، اونم توی یه بشقاب. میخوام بهش 8.5 از 10 بدم ولی وجدانن دیگه نباید از اینو بپزن. بله. آهان حله. فکر کنم طرف شرح وظایفشو نفهم. خیلی خوب. برای چیزکیک آماده این؟ شما نظرت چیه؟ یه کاری شیرین چطوره؟ میخوایم براتون بهترینا رو بیارم؟ اون یکی پیش خدمت راجبم بهت گفته؟ از اون پاستاهای فارفالی داشتم. فارفالی با مخلفات. آره ولی موندم اون با مخلفات بود یا مخلفات با اون اصلا خیلی سنگین بود واقعا. آره یه خورده سنگینه. پس یکی هم برای آقای فیلم بردار میارم. خیلی ممنون. لطف می‌کنی. بفرما. میخوام بهت غذام بدم. عزیزم شما استخدامم دارین. شوخی میکنم. براتون کارامل نمکی و اورئو رویایی آوردم. نوش جان. الان تا خرخره پرم و تو شکمم یه بزن و بکوب اساسی برخاست ولی همیشه میگن از اونه که میگه سیره بیشتر بترسین. بدون دونستن کالری میریم تو کارش. مزه بهش میده. وای خدا. کافی مجبورم میشه قبل از اینکه تو بخوریش یه تیکه ازش بزنم. تو که بالاخره میخوریش برای چی میپرسی؟ آره خب. یه طعم سنگین شیرین و پرچرب داره. یه جورایی خیلی خوبه. پولداری پرش کردن حال میده. الان رفتم دستشویی و ملت یه جوری بهم نگاه کردن که انگار حالشون بد به هم خورده. حس میکنم صد دارم قضاوت میکنم. قدیما که یکم درشتر بودم متوجهش نمیشدم چون پشمام چه تغییر کرده. البته اون موقع هم بچه خوشگل بوده ولی الان خیلی خفن‌تر و بچه خوشگل‌تر شده. واقعا انگیزه گرفتم برم منم وزن کم کنم. این شکمو باید یه کاریش کنم. قدیما که یکم درشتر بودم متوجهش نمیشدم چون نمیدونم شاید چون خیلی روی غذام تمرکز میکردم اینطوری بود، ولی الان خیلی حس بدی دارم و حس میکنم بیرون از انسان حسابم میکنن که یه جورایی واقعا حس خیلی ستمی داره.
موندم این الان نهار بود یا کثیف خوری برای حجم گرفتن. خب الان میریم سراغ پرتکرارترین دشواری شما عزیزان که طبق گفتاتون میشه پیدا کردن پوشاک مناسب. موقع جوراب خریدن مسئله نیست، ولی برای افراد با ابعاد بزرگتر معمولا تولیدیای کمتری وجود داره و کمتر جایی هست که توش بتونن نیازشون رو به طور کامل برطرف کنن. الان میرم سراغ مغازه‌های مورد علاقه‌ام و هدف اینه که ببینیم میتونن برای منم کاری کنن یا چی. پس بریم ببینیم. یکی از دشواری‌های زمان اضافه وزنم پوشیدن لباس سفید بود به خاطر اون قنبولیایی که میزدن توی چشم. پس تجربه پیش رو برام خیلی تازه نیست. خانه اول آل سینتس، فروشگاه مورد علاقه. بهمون شک کردن چی میگیم کافی؟ ولاگ عروسی. به قول فرهنگستان ادب طالب گرایم، همون ترند. ولی برام مهمتر اینه که هیکلمو هفتی نشون بده. آره داشت حتما. خب ببین داشت خودم از همینا برداشته، مخصوص بچهای تگزاس ترجیح اینه که بالاست. بازو راحت تر باشه چون ساق دوشم یه مقدار کره خور تشریف داره. باید حواسم بهش باشه که یه موقع نره لای شم شده کار دست خودش بده. اینا میتونن یه متر مربع درق بدنو نشون ندن؟ نمیتونن. اینی که الان تن زدم 2x لارج فیت تنشونه. کم مونده از اینجا شکافته بشه. و بله شلوارم اصلا بهش امیدی نیست، ولی وجداناً دکمه چه سیغه ای آخه. یه زیپ کوفتی بذار دیگه. داره میشه جناب شلوار یکم تنگه. بهشون بزرگترین سایزمونه ولی یه سر به انبار میزنن. این از فروشگاه اول. بزرگترین پیرن و بزرگترین شلوار هیچ کدوم اندازه نبود. حالا میریم فروشگاه دوم. همین مولوی میدوسی سر. فقط محض اطلاعتون من دارم ازدواج میکنم و اینم یه ولاگ عروسی. حل مسئله نیست. اینا چطورن؟ چون من خیلی نشست و برخاست زیاد دارم، برای همین میخوام که سمت بارم اذیت نشه. سایزتون چنده؟ 44 یا 45. سایز کمرتون؟ بله. متاسفم ولی اینو نداریم. ندارین؟ یعنی مطمئنی؟ آره. خب انگار 42 همچین بگینگی اندازه است. اما با اینکه اندازه آدم توی آینه رو میبینه و یه حس خیلی بدی بهش دست میده، میگه چقدر چندش. البته گفتم اینو قبلا تجربه کردم. خب یا الله، دارم یه ولاگ عروسی میگیرم. بله دارم ازدواج میکنم و میخوام که یه لباس بگیرم تا بتونم توی روزش بپوشم. بله لطفاً بذارین مدیر خبر کنم. خیلی ممنون. خالی بنده کی بود؟ استایل خاصی دارین؟ چیز خاصی مد نظرتونه؟ میتونم اینا رو تن بزنم؟ آره حتما. شلوار؟ نه خیر اصلا نمیشود. بله اصلا هیچ مدل نمیشوه که بشوه. خیلی خوب، من دیگه زله شدم بس که از این مغازه به اون مغازه کردیم جا افتاد. اگه اضافه وزن داری خرید برات مزخرفه، اگرم بخواد چیزی گیرت بیاد پیرت در میاد. به نظرم چیزی بدتر از مجبور شدن به درآوردن لباستونم توی یه موقعیتی که دور هم دیگه جمع شدین و تو هم از هیکلت راضی نیستین نیست. چون خودم به شخصه وقتی لبه استخر بودم همچین حسی داشتم. الان با پیرن جلوباز میریم توی خیابون اصلی و اسکیت سواری میکنیم. پس به نظرم نباید خیلی با ورزشایی مثل چه میدونم پیاده روی، دوچرخه سواری یا چیزایی که مجبورن لباسشون رو در بیارن فرقی داشته باشه. نه الان تو بد دردیم. وقتی اضافه وزن داری زانوات درد میگیرن، باسنت اصلا نفست بالا نمیاد که همش الان دارم حس میکنم، ولی وقتی اضافه وزن داشتم زانوام اصلا مال خودم نبودن. به به کبوترای عشق. خب بکشیم بالا. یه پلیس اونجاست. خب 5:45 باز 5:45 باز میکنن آخه. حالا اینوری حالا اونوری اینوری. اسموتی کلم دارین یا نه؟ نه متاسفانه نداریم، ببخشید. نداریم، باید 4 تا در روز بخورن. هر کی تو ماشین آرومتر میره ببینه چه خبره. خبری نیست، نظری میدن. بیا. وقتی اضافه وزن داشتم حس میکردم گرفتار یه دامم. میخواستم تلاش کنم که وزنمو کم کنم، ولی هر بار که تلاش میکردم شکست میخوردم. هرگز و هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنین. اینطوری نباشه که بگیم فلانی از فلانی کمتره، چون اصلا نمیدونید دارن چی میکشن، نمیدونید دارن تلاش میکنن یا چی. و چیزی که من میدونم اینه که خودشون میدونن چه شکلی هستن، پس لازم نیست شما بیاین روش اضافه کنید. اما اگه از وضعیتتون ناراضیین به این معنی نیست که نمیتونید تغییرش بدید. خب دیگه سخن کوتاه میکنم. توی کامنت ها بنویسید دیگه دوست دارید با این لباس چاقی براتون چیکار بکنیم. ویل و پوریا و گویندارم لایک و ساب و فالو و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. کپی رایت داریم، نذارین حیفون. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.